12 آگوست سال 2024 تخمین ساعت 01:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه دیو نیکسیا شریف زاده بیروز سال تولدش 2002 ساکن نویه ووسی هنگامی از سمت جماعت دیوت دیخانباد نویه فرخار به سمت نویه ووسی حرکت نمودند در دهه سامانیان نویه فرخار از اوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به طرف راست رو برآمده به چقوری 42 متر چپ شده است. در نتیجه خود راننده автомاشین شریف زاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران داخل автомاشین روزی و میرم سال تولدش 2003 ساکن شهر کولوب، حبیب الله سعدالله سال تولدش 1991 ساکن نویه ووسی و زایر فاضل سال تولدش 1986 ساکن نویه ووسی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. 11 آگوست سال 2024 تخمین ساعت 21:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه BMW جابیروف ایدیبک سال تولدش 1995 ساکن نویه جیهون هنگام حرکت در شورای ماشینگرد دوشنبه پنج پایان از سمت نویه بلخی به سمت نویه جیهون واقع در حدود جماعت دیوت قمسنگر نویه مذکور از اوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ مشرف سلیمان سال تولدش 2008 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران نابالغ مشرف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 11 آگوست سال 2024 تخمیناً ساعت 22:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه ایوویس او 5 مالایف غیرتجان سال تولدش 1996 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه ماشینگرد کوچه سیردریا از سمت گردش آرام به سمت محله 34 شهر خوجند از عهده اداره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد یوسفوف دورانجان سال تولدش 1976 ساکن نویه باباجان غفوروف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد یوسفوف جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 11 آگوست سال 2024 تخمیناً ساعت 21:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه ایوان خالمراد و فلیشیر سال تولدش 2005 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه ابای از سمت کوچه جبار رسولوف به سمت کوچه نعمت قربایف هنگام گذشتن چهارراه کوچه های ابای بورباد در بالای خط پیادهگردان تنظیم شونده دوچرخه‌ران اسایف اوسیم جان سال تولدش 1986 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران مذکور جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد.